نوید بیا. میخوام من دستشویی. بدو. نوید. سلام. بگو. مرتضی. داداش مرتضی. دمپایی داداش محسن پای توه؟ دمپایی داداش محسن پای توه؟ اینجاست. تو نمیدونی داداش محسن بعدش شد کسی دمپاییشو بپوشه؟ تو نمیدونی داداش محسن بعدش میاد کسی دمپاییشو بپوشه؟ اومدم. زود باش. فلان میانی. زود باش. بیا. سمیه. بله. کی اتاق من اینجوری کرده؟ من کردم. بد شده؟ وسایلم چی کار کردی؟ وسایل نبود. آشغال بود ریختم رفت. ترازو 200,000 تومان پولیش آشغاله؟ ترازو تو خونه جرم من انداختم رفت. اینا مشتری اومده 45 گرم جنس خواهد چجوری بکشم من رو این؟ با 5 گرم کم کنم. 45 گرم چی؟ هرچی. سمیه اون شیشه است تو دستش؟ سمیه وقتی مرگ خودت قسم میدی میگه هیچی بهش نگو اینجوری میشه ها. اینها اگه بگیرنه من قسم نخوری کلا بذاری کنار. همین مونده میخوام اینو رد کنم بره یه وقت خبرس نکنم. مگه ما اون شب همه جا رو نگشتیم؟ کجا بوده این؟ مرتضی این فلافل سوخت. پشم این همه جنس میخوای ببری به کی بدی؟ مشتری. میشناسیش؟ نه ولی شماره ازش نگرفتم. خب همه رو بعد بهش بده تموم شه بره دیگه. الان 5 گرم جنس برای چی میخواد تو خونه نگه داری؟ خودش 5 سال حبس داره. باش برو به کارت بره. اومدم. سمیه این با جنس نره ها. با جنس نرو. آمان محسن با اون نریا. باشه. دو پاکت گرند 2 تا شارژ دویی اینا مال خودت. من گفته سیگار مغازه نره. سمیه گفته؟ برای خدا. نوید بیا. من صدات میکنم اعصابت خورد میشه؟ نه. پس چرا الان بدون اجازه رفتی؟ ببخش. 2 تا شارژ دویی یه بسته نوشابه یه کپسول گاز اینا مال خودت. خب اینا هم میگفتی مرتضی هم مغازه خودمون میآورد دیگه. مرتضی گفته واسه نیو گاز و فندک مغازه نره. مرتضی دیگه چیه گفته؟ گفته هر چی خواستی خودت برو بخواه منو مغازه نفرست. باش مال خودت برو. مامان گفته هر موقع پول خواستی از مرتضی بگیر. مامان گفته؟ مرتضی سمیه نوید تو بده بخشی عمال شهر تو چجوری مخی نیم وجبی شسته اینم دیگه به ما احترام تو یه دفعه دیگه دست رو این بچه بلند کن ببین من چجوری جنازتو می‌ریزم کف این پاکت کن کپسول گاز نوشابه 2 تا شارژ دویی میاری بقیه‌اش هر چیمون میاری آبادو ببینم. برو براش بگیر هر چی میخواد برو. به اینا نگاه برو دیگه یا برو کنار. خیلی خوب دیگه مگه نمیگی بیا برو رفت دیگه. پرروش کردی. الهی بشکن اون دستت محسن. این بچه جون داری که اونجوری میزنی. نفرین کردنم تا بلد نیستی. برو کارت برس. این دستش بشکنه بدبختش واسه کیه؟ حداقل بگو برو زیر یه بنز بی ام وی کامیون چیزی ما دیاشو بگیریم بخوریم. الو نمیای؟ آدرس پیدا کردی؟ با ماشین یا موتور؟ ببین محرک زنگ نزد ها. آره بگو زنگ بزنه. نه من سنگ ندارم فقط شیشه. پول بیشتر همراهت هست؟ من جنسم 50 تا موکه ترازو ندارم از روش کم کنم. آره به هیچی بذار روش همه رو یه جا بهت بدم. اومدم خدا. الو قطع کن من بگیرم شارژ تمام شد. بزن کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون برو یارو رو ببین اگه مأمور نبود
پولش ازش بگی بیا جنس ببر بهش بده. اینور منتظر. ببین من چندمین باره دارم میگم با جنس رو به امام حسین اگه با این بگیرنت اعدامت نکنن اول یه روز خوشگل رو شاخه دارم تو جمع میگم پای چوبه دار نگی چه نگفتی. مشتری که آدرس نداره داداش خب انقدر خطرناکه بذار خونه برو دیگه. دست من نده بده به این. بده من. هر چی بیشتر تو به این اصرار میکنی این بدتر نمیفهمه. دست این ندیم. نمیده.